در پی افزایش صدمه‌های فلاکتبار نقلیاتی که دهان نفر را در راه‌های تاجیکستان قربان کردند، انگشت اشاره به سوی مکتب‌های رانندگی بلند شده است که شهروندان را امتحان و آمادگی آنها را برای اداره ماشین تصدیق می‌کنند. گفته می شود که دریافت سند رانندگی از راه رشوه‌دهی از سبب‌های اصلی افزایش صدمه در تاجیکستان است. در تاجیکستان مقامات سطح پایان در حال وجود مشکل را اعتراف کرده از پی اصلاح آن می‌شوند که اگر رئیس جمهور آنها را انتقاد کند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان روز 10 ایول در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی گفت که از سال 2010 تا به امروز 10,500 صدمه‌های نقلیاتی رخ داد که 3300 خاندان را ماتمدار، کودکان را یتیم و عائله‌ها را بدبخت کرد. پرزیدنت رحمان از مقامات طلب کرد در نزدیکترین فرصت لایحه تغییر الابه‌ها به قانون درباره قاعده‌های رانندگی را پیشنهاد کنند. اشاره رئیس جمهور به سخت‌تر کردن جوابگری برای رانندگی در حالت مستی بدون سند و رانندگی دانشجویان بود که ماشین سوار تا به دانشگاه می‌آیند. رئیس جمهور همچنان از فعالیت مکتب‌های رانندگی انتقاد کرد و طلب کرد که جریان گرفتن شهادتنامه‌های رانندگی باید جداً نظارت شود. سال گذشته در پی سنجش 80 مکتب رانندگی که به گفته مقامات به استانداردهای تعلیم جوابگو نبودند، از مجوز فعالیت محروم شدند. اما آن زمان بعضی مکتب‌ها این تصمیم را علامت رقابت ناسالم و ارج‌گذاری به شرکت اوتوسنتل عنوان کردند که به شرکت فراز مربوط است. حالا چند مکتب خصوصی که باقی مانده است تنها از حق تعلیم نظریوی برخوردارند. درس و امتحان‌های رانندگی را تنها اوتوسنتل می‌گذراند. مقامات ارج‌گذاری و امتیاز دادن به اوتوسنتل را رد می‌کنند و می‌گویند که این شرکت مکتب‌هایش را با تجهیزات نوین ساحه تأمین کرده است. اکمل دادوجانوف، یک مسئول مکتب رانندگی اوتوسنتل، در پاسخ با سؤال رادیو آزادی در رابطه با انتقاد رئیس جمهور گفت: تعلیم به حد جدی همه لوازمات حاضر زمان که درس می‌گذاریم نظم فرمانعالی و های ما پرسنت‌های ما تداول دچار نشده، خدا را شکر. موضوع خلافکاری، رشوتخوری در روند گرفتن شهادتنامه‌های رانندگی در تاجیکستان سالها بازورد زبان هاست. در 2 سال گذشته مطبوعات در خبرهای جداگانه درباره بازداشت رهبران مکتب‌های رانندگی در نقاط مختلف کشور خبر داده نوشته بودند که در هر حالت برای تهیه مجوز رانندگی از 400 تا 500 دلار پرداخت شده است. اکثر راننده‌ها میگویند که بعد جاری شدن سیستم نظارتی ویدیویی شهر بی خطر، بسیار راننده‌ها و پیاده‌گردها از پیامد نقض قانون اندیشه کردند. ولی در برخی حالت‌ها خبر بی‌جزا ماندن برخی ویران کنندگان قانون در میان مقامداران و یا فرزندان آنها که توجه مطبوعات را هم کشیده است، اعتماد مردم عادی را به اجرای صمیمانه قانون از جانب همه اعضای جامعه کاسته می‌کند.